خوش اومدید، هانی هستم و با یه ویدیو دیگه برگشتم. ویدیو امروز از این قراره که امروز من اولین روز دانشگاهمو رفتم. امیدوارم حالتون خوب بوده باشه. خیلی وقت جا دوربین نیومده بودم. من کنکور امسال شرکت کرده بودم، بعد قرار شد که امسال دانشگاه شرکت کنم و اینکه دانشگاه دولتی قبول نشدم ولی آزاد قبول شدم. یعنی که قبول انتخاب رشته کردم و ثبت نام کردم، بگیم اینطوری بهتره، قبول شدن که آزاد. و اینکه خدا رو شکر ثبت نام کردم. رشته مورد علاقم رشته آموزش زبان انگلیسی. خیلی خوشحالم که میتونم این خبر رو با اعتماد به نفس کامل جلوی دوربین بگم، چون خیلی ها این ترسو دارن که نکنه چون دانشگاه دولتی قبول نشدم و رفتم آزاد ثبت نام کردم قراره دیگه دنیا به پایان برسه و من دیگه قرار نیست بتونم مهاجرت تحصیلی بگیرم، دیگه قرار نیست من بتونم به رویاهام برسم. اصلا هیچ ربطی نداره شما چه دانشگاه دولتی باشی، پیام نور باشی، آزاد باشی، هرچی میتونی بهترین خودت باشی به شرط اینکه به خودت باور قلبی داشته باشی. امروز ساعت 5 بیدار شدم و ترافیک به قدری زیاد بود که من از ساعت 6 راه افتادم، 8 و ربع رسیدم، 8 و نیم، کلاسم 7 و نیم شروع شد. من کلاس اول رو از دست دادم و استاد برخورد جالبی نداشت، ولی سر کلاس رام داد و حضور رو واسم زد. و فقط دوست دارم که الان جلوی دوربین به تمام کسایی که حتی آزاد درس میخونن یا دانشگاه دولتی قبول نشدن و دلشون میخواد دانشگاه آزاد درس بخونن ولی این درس رو بخونن، بالاخره شما هر دانشگاهی باشی اصلا ملاک این نیستش که کجا درس میخونی. فقط مهم اینه که تو وارد این مرحله جدیدی از زندگی میشی. من امروز یه چیزی رو تجربه کردم که خیلی ها دوست دارن و منتظرشن تجربه کنن، حالا تو هر دانشگاهی، اصلا تو بگو آکسفورد، کمبریج فلان، اصلا کاری ندارم. چیزی که مهمه و به ما انگیزه میده این انگیزه قلبی مونه که مهمه واقعا. هر جا که باشی، نمیخوام بگم چون من آزاد درس میخونم دولتی به درد نمیخونی همچی چیزی، نه، منظورم این نیست. میگم که اگر فکر میکنی دولتی قبول نمیشی، نشدی، حالا یه نه اومده این وسط، هیچ اشکالی نداره. خیلی روزای سختی و پشت سر گذاشتم. دیپلم گرفتم واسم مشکل بود چون رشته‌ای که میخوندم و دوست نداشتم. حقیقتا 1 سالم که به خاطر همون قضایای این که میخواستم واسه ریاضی بخونم اذیت شدم و کنکور رو ندادم کلا. و امسال که کنکور زبان شرکت کردم رتبه بدی نداشتم، واقعا رتبه بدی اصلا نداشتم، خیلی خوب و متوسط بود رو به بالا. ولی خب قسمت این بودش که دانشگاه آزاد درس بخونم. راضیم، خدا شکر. خیلی دوستتون دارم، رو خودتون باشید. فعلا.